باقر، اون دیس مرغ رو رد کن بیاد. چشم عظما. اتفاقا دیروز یکی از نماینده ها تو مجلس میگفت مرغ از سفره مردم پرواز کرده. پس نگو مرغایی که پرواز کردن همه اومدن اینجا تو سفره عظما. بسته اینقدر خوشمزه بازی در نیاری. بابا شپش داره تو خزانه سقاب میندازه. بابا یه فکری بکنید آخه، آدمای به درد نخور. عظما من میگم گرون کنیم. چی رو؟ بنزین. ساکت. هر کی گفت پنیر تو یکی سرتو بذار بمیر. حرف نزنی نمیگن لاله. 98 بنزین رو گرون کردیم، طوری چپاهامون رو چاق کردن که واسه 7 پشتمون بسه. عظما مالیات ها رو ببریم بالا. خفه بمیر بابا تو. آخه چقدر مالیات ها رو ببریم بالا؟ من دیگه به مرده ها هم مالیات بستم، به در و دیوارم مالیات بستم. چی شد؟ هنوز 8مون گروه 9مونه. عظما من یه پیشنهاد دانش بنیان دارم. ما چه زدیم سایت مایت ها رو همه رو فیلتر کردیم. الان بهترین وقته که بریم تو کار بیزینس فیلتر شکن. من الان پسرم تو کانادا وی پی ان میفروشه. کارشم ماشاءالله سکه است. راست میگه عظما. ما که کاسب تحریم داریم، چرا کاسب فیلتر نداشته باشیم؟ یزید تو، بابا شما از منم بیشرفترید. ابرام فیلتر شکن رو بیار یه توییت کنیم فیو استار شه.